مصطفی قریب هر روز با دوستانش در این کل شناوری میکند. او خوب میداند که آببازی در اینجا منع است، ولی میل و خواهش زیادی آببازی در هوای گرم باز هم او را به این کل میآورد. مصطفی میگوید خیلی میخواست برای شناوری به حوضهای زمانوی یا اکواپارک ها روند، اما پول ندارد. هوا گرم میشه با هم خیمه بیام آبوز میکنیم، حرف قدم جده دمجا آبوز میکنیم. اگر پول باشه با اکواپارک میریم. نمایندگان مقامات انتظامی و نجات دهندگان در شهر این شب و روز با نورسان در نزد حوض و کلها صحبت‌ها، ملاقات‌ها دایر می‌نمایند و به آنها از قاعده و طرز رفتار و پیامدهای شناوری در موضع‌هایی که منع است می‌گویند. ولی ظاهراً این شیوه فهماندهی برای نورسان و دوستداران آببازی چندان مؤثر نیست. همین جایی که بزه باشد مقصد دما خوبه که پگه یک کسل پهم نمی‌شود. اما مسئولان کمیته حالتهای فوق‌العاده میگویند باید تلاش برای آگاه کردن نورسان از خطرهای شناوری در کل و دریاها ادامه یابد. درآمد به تمام حوض و کلهای شهر را منع کردن و یا نظارت شبانه روزی آن ناممکن است. یگانه راه به نجات بخشان کار و صحبت با مردم است. سبب اصلی بی‌عملی و بی‌توجهی والدان است که کودکان خود را تنها می‌مانند یا اجازه می‌دهند که به موضع‌های خطرناک از جمله کل و دریاها بروند. در نتیجه کودکان حتی در نقطه‌هایی که چندان چقور نیستند غرق می‌شوند. ناوابسته به نتیجه آور بودن یا نبودن، نجات بخشان هر سال میان نورسان و کلانسالان معرکه فهماندهی می‌گذرانند. یگانه تغییرات در سال روان این است که اکنون به شناوران در موضع‌های افلاس و خطرناک همچنین درباره خطر کرونا ویروس هم میگویند، ولی با این همه دور کردن کودکان و نورسان از نزد حوض و کلها آسان نیست.